سلام، یک داستان عاشقانه کوتاه به قلم مرحمت صادق گل. قرار نبود عاشقش بشم، قرار نبود عاشقش بشم. راستش اولش حتی ازش خوشم نیومد، حتی جدی بود، زیاد میخندید یا اصلا بعضی وقتا زیادی ساکت میشد. ولی یه روز دیدم توی سکوتش یه چیزی هست که هیچ کس نداشت. یه جور امن بودن، یه جور فهمیدن بدون اینکه هیچی بگی. باهاش که حرف می زدم قضاوتم نمی کرد، نمی گفت چرا اینطوری فکر می کنی، فقط می گفت باشه میفهمم. و همون میفهمم واسه من از 1000 تا دوست دارم بیشتر بود. یه بار وقتی همه جا به هم ریخته بود فقط اومد نشست کنارم، نه نصیحت کرد نه راه حل داد، فقط گفت بلدی بشم تکیه‌گاهت، حتی اگه قرار نباشه تا آخر بمونم. اون شب نفهمید چی شد، فقط یهو وسط سکوت گفتم نرو. لبخند زد و گفت قرار نبود عاشقم بشی. گفتم ولی شد، و از همونجا همه چی آروم شد. نه چون همه چی درست شد، چون دیگه تنها نبودم. نویسنده